یک و به هر روی دیگه اینها آن شب که عرب به خانه هم تاخت، اینها دستاورد همونه. خب بینندگان گرامی، ما بخش نخست گفتمان با فرزند سردار جنگ کیفریدون بختیار، استاد فرزانه، دانشمند، فیلسوف، عارف، بینشمند و ببه بختیاری، بزرگ بختیاری رو به پایان میرسونیم. همون گونه که گفتم این مرد گرامی از نخستین روزهایی که با هم آشنا شدیم ناگفته نماند که ایشون با عموی من و عموزاده های من دوست بودند که پس از اونی که به حال دیگه با هم گفتگو کرد، اما با روانشاد پدرم دوست نبودم و من خوشحال هستم که یادی به حال کردیم از عموهای خدا رحمت کنه همه اونها رو. سپاس خدا رحمت کنه همه رو. و در بله و به هر روی مردان خوبی بودن. ما تا گفتمان دیگر شما را به راستی و درستی و عشا میسپاریم و سپاسگزارم از شما مرد گرامی که مهرخوانی یا دعوت ما رو پذیرفتید. من حتی متشکرم که همچین تشکیلاتی فراهم کردید. سپاسگزارم. من امریکا که وا بری بگردی و تفریح کنی و ایلا و اولا و پیل دراری، ما به هر حال همه عشقمون یه عشقاباده که ساختیم. بهترین یه ایرانیه، یک هخامنشی یه زیچه شروع بخوان و دلم میخواست که یه چامه لوری بخونم سید. خیلی خوب. بله یونم سید بگو. خانواده بختیاری همه گپون بزرگا از بین رفتن. حمید خان سردار محتشم بزرگ خانواده حاجی خانی و امیر بهمن خان بزرگ خانواده جعفرقلی خان بود. بعد از فوت امیر بهمن خان که 2 سال دیگر از شخص ما بزرگتر نیست. ما پیرامون این برنامه با هم گفتگو کنیم. بگو ویر تو نیل بره و آب خوش از گلودون، ویر تو نیل بره و آب خوش از گلیدون، مرزنگ تنگشت بلاز تش به نهاد مینه جو. من دو مینه ای که دور چی تو ازاهه دا فلک، من دو مینه ای که دور چی تو ازاهه دا فلک، خوب که ارم به برچه تیم و خمگم نه خوب که ارم به برچه تیت و خمگم نه بگمون. برچه نیست. این برچ هم او در بحر در عمق رفتن معنی ده. یکی این برقی که میگن این برچ یا برچ بوده، یعنی تلالو نورانی و درخشی، مثلا میگه برچه کنه میدرخشه. بله. و کاری هم وقتی که توی نخ کاری میری میشه به برچ کار که رفتم، به برچ تیاد تمرکز کردن، به اون حکمتی که در اون نهفته و ناگوش کردن، قور کردن و همچنین اون نوری که ساطع میشه از این. من دو مینه ای که دور چی تو ازاهه دا فلک، خوب که ارم به برچه تیت و خمگم نه بگمون. بن یرتور بید و نوید و یک همه جاری زنین، چی تو نویده به زمین چی تو نیاهه به زمون. برگت دو در تو مشون، برگت دو در تو مشون، برگ تو شمشیره و دل. این شوره ها، این اوج تغزل و عشق. نه این یکی تو بگی و همه اینا رو دیدم. بله ببین موز هر کدوم از این خط و خطوط به دوران عاشقی و شیفتگی تو رمخانه بود. حالا عاشقم بچه. آفرین. حالا هرچی عاشق پیرتر عشقش جوانتر، ای عجب. دل که پیر نه واقعا. دل که ماده، دل متافیزیکه. آفرین. دل جاش بود، جاسم دونو، جاسم یه جایی اینجا، یه نقطه ای اینجا، من از اینجا امواجی اومده میرم. آفرین. امواجی که دیدیم. آفرین. حالا اگه مپنداری جوانگاه عشق است که پیری اهتزاز عشق باشد، ز خردی تا کهولت هر که زنده است نیاز او نیاز عشق باشد. به نور عشق
گردد هر به نور عشق برنا می شود پیر. به نور عشق برنا می شود پیر. پیر میشه برنا، پیر میشه برنا. به نور عشق برنا می شود، جوان می شود پیر. اینطوری معنیه ده. این به نور عشق برنا هم برنا و اگر بخوایم جناسم در نظر بگیریم به نور عشق برنا می شود پیر. پیر در واژه کهن این چیزی که روی فرورهد پیر به معنای دنیا دیده و فرزانه، به معنای فرتود ناتوان معنی نیده. روش برز اومده پیر مغان وقتی که سخنگان، پیر مغان یه رتبه دیده که رتبه بسیار بالا فرازمند و مستصعدی که برای رسیدن به او بله. حالا ایچی رو ببین دو تا سرکار نکته سنجی ها زیر مین خال دونست مچه به درد کنه. حالا سوات برگه گوشتین دیدم که چجور اشوندن با آدم دیگه برگت دو در تو مشون، برگ تو شمشیره و دل همچو خیار ترچکه. اگو این حملاتو بشون دل خیار ترچک، خیارهایی که پیشرس خیلی خیارهایی هستن که اشاره بهش میکنه به چاقو تورد اینا باز میشه. میگه که برگت دو در تو مشون، برگ شمشیره، برگ تو شمشیره و دل همچون خیار ترچکه. اگو این حملاتو بشون، یعنی برگ بشوری دلمون دو تا بیده. سیل به هر که یکنی جوندی به کالب هونید، وردل صدا و به اون نشوندی داغ جوون. مسیح زنده دم کشیس و زنده سکنی. مسیح زنده دم کشیس و زنده سکنی. عیسی که آدم توحید وای به حال آدمو. مسیح زنده دم کشیست و زنده سکنی. عیسی که آدم تو آدم خودونی این وقتی چه معنیه. عیسی که آدم تو بو وای به حال آدمو. او من چاله هر که نید افتو رنگ ریتونه، ارچیش بنگره بیت واکه بشور دست جون. ورمون یر که صد کرد کشتیم و زنده بیدم، بکش که بیتم و سیرم و خستم ز جون. وامو که هستی کهکشون سجده کنه به عشقمون، بار امونتی کشه به حکم عشق تاسمون. اشاره بشه حافظ آن یار که بخت تو ببو اوسو بوی بختیار. یار که بخت تو ببو اوسو بوی بختیار. با پوزش بخت که یار تو ببو اوسو بوی بختیار. یار که بخت یار بخت مای ببخشید خیلی سخنجه. یار که بخت تو ببو اوسو بوی بختیار. بخت یارمو ببو دیمو ندارم آرمون. اینا چنان به هم دونی ادیبی نومدار، مشکل یا چو مهریار. دونی ادیبی نومدار، مشکل یا چو مهریار. رو بنشین به کم دل ای چامن ز سر بخون. اوسو نمینه 7 و 4 چون هنیاه وردیار. کمتر بینی جفت سه به 4 سی که ای جهون. این یک تفاقری بید که خب بابای بختیاری به حال خیلی سپاسمندیم از اینی که واقعا اومدون بود و ما همیشه سپاس کنیم. خب نازنینان ما دیدی که دانشگاه مهرافین اینجا به هر روی یک سرای مهر و عشق هست. من بهتون بدرود میگم. با خان بزرگ بشینیم یک می در پیاله بکنیم. خان می زنی با ما؟ ما همیشه مست عشق خدا هدو. آفرین به تو و آفرین به اندیشت. خب پس بدرود بگیم، خداحافظی هم بکنیم. بله. تا گفتمان دیگر انشاءالله. پدران و مادران که دستم روی شونه این ببه یعنی پدر که هم بنواژه باباه. ببه بختیاری بابای بختیاری ها که همکنون من شانه فرزانه رو میپسایم یا لمس میکنم. من دستم روی شانه این گرامی هست، برایشون این مروار رو دارم که پدران و مادران آفتاب زندگی